وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. خیلی ها رو من الان اگر آیات خیلی ها ما شاید ندونیم و الان وقتی که بررسی بکنیم آیات رو می‌بینیم چیز عجیب اصلا باور نمی‌کنیم که خیلی به ما گفتن آقا ابوجهل سنگ می‌پرستید در حالی که ابوجهل الله تعالی قبول داشت. و این برامون خیلی شاید عجیب باشه که چطور مشرکینی که رسول صلی الله علیه و سلم اونها رو کافر دونست و آیات قرآن بر علیه اونها آمد، قل یا ایها الکافرون بر علیه اونها نازل شد، ای کافرا این همه بر علیه اونها ما داریم میگیم فرعون امت ابوجهل. اعتقادش وقتی که نگاه میکنیم اعتقادش رو نگاه بکنیم خیلی سالمتر از اعتقاد بسیاری از کسانی است که خودشون رو مسلمان میدانن و مرتکب به شرک شدن. برگردیم به موضوع بحث افعال الله متعال. یکی از بحثایی که ما باید مد نظرمون باشه، پس افعال الله متعال دلالت داره بر ملک مطلق الله متعال، دلالت داره بر قدرت مطلق الله متعال، دلالت داره بر تدبیر مطلق الله متعال که ملک و پادشاهی و قدرت مطلق و مدبر کل آسمان و زمین مطلق بلا استثناء بجز الله متعال کسی دیگری نیست. این مهمه، این که من فقط الله متعال، این که گفتیم مسیحیت الله متعال رو به همین اسم حتی قبول داره، اما چرا الله تعالی فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و ان الله ثالث ثلاثه در دو تعبیر مختلف، چرا اونها رو کافر دانست؟ در این بخش بعدیشه، در اینه که اینجا در افعال الله متعال و صفات الله متعال نتونستن اونگونه‌ای که حق شناختن الله متعال بشناسن الله متعال. ما در این موضوع بحث افعال الله متعال، افعال الله متعال دلالت میکنه بر ملک مطلقش، بر قدرت مطلقش، بر تدبیر امور عالم که مطلق الله متعال است. و در این معنا ما میتونیم بگیم که آیاتی فراوانی ما در قرآن کریم داریم که برای ما این معانی رو اثبات میکنه. آیاتی که درباره مرگ و زندگی صحبت میکنه، در این آیات الله متعال در این آیات هر چیزی که الله تعالی فقط مرگ میده و الله تعالی است که زندگی میده، الله تعالی است که رزق میده، الله تعالی است که عزت میده، الله تعالی است که ذلت میده، الله تعالی است که به هر حال میرانه و به دنیا میاره، الله تعالی است که هدایت میده، الله تعالی است که گمراهی میاره، الله تعالی است به دست الله متعال همین هم. قل اللهم مالک الملک در 26 سوره مالکه عالم، بگو ای بار اله خدای من مالک الملکی هستن، ملک مطلق مال خودت است. تؤتی الملک من تشاء، به هر کسی که بخوای پادشاهی میدی، پادشاه میشه، یک رئیس جمهور میشه، یک برداشته میشه. و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کم که بخوای میگیری. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میدی و ذلت میدی. اینا فعله، عزت دادن، ذلت دادن، ملک دادن، ثروت دادن، فقر آوردن، ثروت رو گرفتن. اینها در کدوم آیه ذکر میشه؟ جایی که الله تعالی اول از چی صحبت کرد؟ از ملک. قل اللهم مالک الملک. پس این صفات دلالت داره، این افعال الله متعال دلالت داره بر چی؟ بر ملک مطلق الله متعال. بعد در ادامه میفرماید تولج اللیل فی النهار، شب در روز داخل میکنی، روز در شب داخل میکنی. تخرج الحی من المیت، مرده زنده خارج میکنی، زنده خارج میکنی از مرده، مثل مرغی که جوجه‌ای که از تخم مرغ مرده میاد بیرون. و تخرج المیت من الحی، باز عکسش مثلا این تخم مرغ مرده‌ای که از مرغ زنده بیرون میاد، یا معانی مختلف دیگری که ما در شرح این آیه میتونیم داشته باشیم. و ترزق من تشاء بغیر حساب، هر کسی که بخوای رزق میدی. اینها نمونه ای از صفاتی هستند که دلالت میکنه بر چی؟ نمونه از افعالی هستند که دلالت میکنه بر ملک مطلق الله متعال. شبیه امین رو، و عجیبه که در این باب در باب شناخت افعال متعال، افعال الله متعال و در آنچه که در بستر توحید ربوبیت ما مطرح میکنیم که الله متعال که خالق مطلقه، مالک مطلقه، رازق مطلقه، الله متعال که عزت و ذلت به دستش است، الله متعال که شفا میده و مریضی میده، الله متعال به هر کسی که بخواد یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور
او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. هر کی بخواد پسر میده، هر کی بخواد دختر میده، هر کی بخواد پسر و دختر با هم میده، هر کی هم که بخواد عقیم میکنه. و اذا مرضت فهو یشفین. و ابراهیم علیه السلام فرمود وقتی که من مریض میشم اوه که من رو شفا میده. همه این افعال الله متعال، همه این افعال الله متعال خاص الله متعال است. و عجیبه که در این باب ما نمیبینیم که انبیای الهی وقتی که در قرآن کریم بررسی میکنیم آمده اند تاریخ انبیا و دعوت انبیا و مهمترین آن چیزی که انبیا بهش دعوت میدادن، من جمله خود در رأس همه سردار کائنات و به هر حال ابر پیامبر تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمیبینیم که در این باب درگیر شده باشند و مشکلی داشته باشند با مخاطبینشون. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني